رفقا خیلی تو سوال کرده بود که ما از کیش چطوری میتونیم بریم قشم، از قشم هم چطوری بیایم کیش. بیایید راه دریایی زمینی جزیره کیش به جزیره قشم بهتون نشون میدم. فقط حتما این پست رو سیو کن و برای دوستات بفرست چون خیلی به درتون میخوره. با من همراه باشید. سفر دریایی ما از جزیره کیش ساعت 6:30 صبح از خونه زدیم بیرون و طلوع زیبای کیش رو دیدیم و وارد بندرگاه شدیم. پذیرش شدیم و سوار کشتی مسافرتی تندرو مریم شدیم. کرایه این کشتی نفری 370 تومانه. البته این کشتی جزء بهترین کشتی های مسافرتی کیش به چارک می باشه. 7:30 صبح حرکت کردیم که 9 صبح رسیدیم بندر چارک. بندر چارک سوار تاکسی شدیم و کرایه تاکسی نفری 350,000 تومان می باشد به سمت بندر پل. ما چون درگاه می‌خواستیم بریم از بندر پل خیلی نزدیک‌تر و خیلی راحت‌تره، ولی اگه بخوای بری قشم حتما باید از بندر عباس بریم. ساعت 9 صبح سوار تاکسی شدیم و ساعت 11 صبح رسیدیم بندر پل. همون لحظه سواری لندگراف شدیم و به مدت 1 ربع رسیدیم لافت که این لندگراف هیچ هزینه‌ای نداره. از بندر لافت سوار تاکسی شدیم و نفری 100,000 تومان به سمت درگهان که این سفر 20 دقیقه طول کشید و رأس ساعت 12 ظهر رسیدیم درگهان. ما هتل 3 ستاره پرشین گلف رو رزرو کردیم و مجدد همین مسیر رو برگشتیم به سمت جزیره کیش. فقط با نفری 820,000 تومان از کیش میتونی بری قشم، از قشم هم میتونی بری کیش. برای اطلاعات بیشتر از جزیره زیبای کیش و از دانستنی های جزیره کیش حتما پیج کیش بیا رو فالو داشته باش و این فیلم رو حتما سیو کن و به همه دوستانتون معرفی کنید.